طبق روال همیشگی گام اول ما اجرای خطوط هست که این کار رو با استفاده از مداد کنته‌ای که نوکش رو کاملا تیز کردیم انجام میدیم. طبق فیلم خطوط چشم‌ها و ابروها رو با استفاده از خطوط دو سرنازک ترسیم میکنیم. همونطور که توی تصویر اصلی میبینید دور عنبیه حالت تیرگی داره و ما به همین دلیل با استفاده از مداد کنته دور عنبیه رو کاملا تیره کردیم. موجه های بالا رو با استفاده از خطوط دو سرنازک و همچنین جزئیاتی که داخل عنبیه میبینیم رو پیاده سازی میکنیم. موجه های پایین رو هم همانند موجه های بالا با فشار دست کنترل شده و با خطوط دو سرنازک ترسیم میکنیم. خب یک سری از خطوط رو همونطور که توی تصویر میبینید ما باید ضخیم‌تر و یا نازک‌تر ترسیم کنیم. به مدلتون خوب دقت کنین و طبق مدل این خطوط رو پیاده سازی کنید. چشم بعدی رو هم به همون صورت دور عنبیه رو دورگیری میکنیم و خطوطی رو که توی مدل اصلی میبینیم رو جز به جز اجرا میکنیم. و حالا موجه های این چشم رو هم به همون صورت با خطوط دو سرنازک و فشار دست کنترل شده اجرا میکنیم. موجه های پایین رو هم خیلی با دقت و با استفاده از خطوط کمرنگ ترسیم میکنیم. قسمتی که مربوط به اشکتان چشم هست رو هم طبق مدل اجرا میکنیم. این ویدیو مختص اون دسته از عزیزانی هستش که خب قبلا یک سری دوره هایی رو گذروندن یا اینکه از پکیج آموزشی سیاه قلم ما استفاده کردن و الان به مرحله ترسیم چهره رسیدن. خیلی مناسبه. خب ما یه قسمتی از موها رو هم اجرا کردیم و حالا خطوط ابروی سمت چپ رو هم با استفاده از خطوط دو سرنازک طبق مدل اجرا میکنیم. و حالا میریم سراغ جزئیاتی که در داخل عنبیه وجود داره و اونها رو با حوصله و طبق مدلمون میکشیم. توی مرحله بعدی وارد ترسیم خطوط بینی میشیم که سوراخ‌های بینی و تیرگی‌هایی که دارن رو با همون مداد کنته اجرا میکنیم و بعد از اون میریم سراغ خطوط تیره و شارپی که توی لب‌ها میبینیم و اون فاصله بین لب و دندان رو هم با مداد کنته مشخص میکنیم. همچنین خطوط دور اطراف گوش‌ها و موها رو هم طبق فیلم و ویدیو انجام بدین. داریم ریشه های موها رو ترسیم میکنیم که این کار رو با استفاده از مداد کنته‌ای که کاملا نوکش تیزه و در جهت رویش موها و طبق مدل انجام بدید. خب دورگیری گوش بعدی رو هم انجام میدیم چون قراره که قسمت پشتیش موها ترسیم بشه و کاملا تیره هست. یک قسمت هایی که به نظرمون احتیاج داره که جزئیات بیشتری بهش اضافه بشه رو هم اضافه میکنیم.
و حالا وارد گام دوم از ترسیم 0 تا 100 این چهره میشیم که استفاده از محوکن هست. همونجور که توی ویدیو میبینید با استفاده از محوکن شروع میکنیم و خطوطی رو که ترسیم کردیم رو محو میکنیم. به آرومی روی خطوط ابرو با استفاده از این محوکن بکشیم و اون خطوط رو محو کنیم. پف بالای چشم رو هم به همون صورت. جزئیاتی که در داخل عنبیه هست، تمام خطوطی که کشیدیم رو با استفاده از محوکن و طبق مدلمون شروع میکنیم به محو کردن. یک سری جزئیات و ظرافت‌هایی رو که توی تصویر اصلی داریم با استفاده از محوکن بهش اضافه میکنیم. سوراخ‌های بینی و همچنین کناره‌های بینی رو هم با محوکن و با فشار دست کنترل شده و طبق مدلمون انجام میدیم. سایز محوکنی که توی ویدیو ازش استفاده شده سایز متوسط هست که شما میتونید از سایز کوچیکترش هم برای اضافه کردن جزئیات ریزتر و محو کردن هم از اونها استفاده کنید. محو کردن خطوط ابرو خیلی مهمه و شما باید با فشار دست کنترل شده این کار رو انجام بدید تا ظرافت‌های تارهای ابرو حفظ بشه. محو کردن مژه ها رو هم دقت کنید که باید دقیقا مثل ترسیم خطوطش به صورت دو سر نازک و پرتابی انجام بدید. دقیقا طبق چشم قبلی جزئیات داخل عنبیه این چشم رو هم با استفاده از محوکن شروع می‌کنیم به محو کردن. در این قسمت ما محوکنمون رو به پودر زغال آغشته کردیم و یک سری از تارهایمون که در بالای گوش هست و شما توی مدل اصلی هم میبینید رو با استفاده از این محوکن اجرا میکنیم. در ترسیم گوش قسمت هایی که تیرگی داره طبق مدل میتونیم با همین محوکن هم اونها رو اجرا کنیم. مربوط به سایه پردازی هست که ما این کار رو با استفاده از قلموها و پودر زغال انجام میدیم. همونجور که توی ویدیو میبینید ما از قلموی آرایشی سرگرد استفاده کردیم و با همون مقدار تیرگی کمی که خود قلمو داشت شروع میکنیم و تیرگی های اطراف چشم ها رو به آرومی و طبق مدلمون انجام میدیم. این مرحله از اجرا رو شما باید با حوصله و دقت زیادی انجام بدید و دقیقاً همونجور که توی تصویر اصلی میبینید سایه پردازی ها رو با همون میزان کنتراست و تیرگی اجرا کنید. چرا که اگه اینطور نباشه در آخر میبینید که تصویر شما خیلی شباهت زیادی به عکس اصلی و مدل اصلیتون نخواهد داشت. برای ابروها ما خب قلممون رو مقدار بیشتری آغشته کردیم به پودر زغال و شروع کردیم اون قسمت از پف بالای چشم که مرتبط به انتهای ابروها هست و بالای ابروها و خود ابروها و خطوطی رو که از قبل با استفاده از محوکن محو کرده بودیم رو روشون سایه میزنیم. قسمت‌های کناری بینی رو هم همونجور که توی تصویر می‌بینید با همون قلمو شروع می‌کنیم به محو کردن.
خب ما به همین صورت لایه به لایه تیرگی هایی که توی مدل اصلیمون میبینیم رو اجرا میکنیم. از قلموی 2125 پارس آرت سایز 0 استفاده شده که اون رو به مقداری پودر زغال آغشته می‌کنی و به دلیل اینکه خب سر تختی داره و کوچیکه، از اون برای اضافه کردن جزئیات و یک سری سایه هایی که در داخل عینویه وجود داره و حتی محو کردن پف بالای چشم و یک سری تارهای ابرو هم از اون استفاده میشه. کناره های بینی و سوراخ های بینی رو هم با همین قلمو شروع میکنیم به محو کردن و همونطور خط پایین بینی رو هم با استفاده از همین قلمو همونجوری که توی ویدیو میبینید میکشیم. دوباره از همون قلموی آرایش سرگرد استفاده میکنیم و شروع میکنیم اون تیغه بینی که در اطراف چشم ها هست و همچنین تیرگی هایی که در کناره های بینی هست و خب حالت محوی داره، با این قلمو طبق ویدیو انجام میدیم. قلمو رو به پودر زغال آغشته کردیم و خب اون قسمت از موها که تیرگی کامل هست و توی تصویر هم میبینید شروع میکنیم به تیره کردن. از همون